یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد اصلاح نظام ارزی کشور. نظام ارزی در درجه اول تقویت پول ملی. دیگه حالا سیاستش، برنامهش، کیفیت کار رو متخصصین باید انتخاب کنن. پول ملی باید تقویت بشه. این هم در واقعیت زندگی مردم اثر داره، هم در آبروی کشور اثر داره. در آبروی کشور اثر داره. حتی اگر چنانچه مثلا میگن یه فرمولی وجود داره که اگر عمل کنیم تورم میاد پایین، حتی تک رقمی ممکنه بشه، اما قیمت ارز میره فلان قدر بشه. این درست نیست. برای خاطر اگر پول ملی با بالا رفتن قیمت ارزشش کاسته شد، تورم هرچی هم پایین باشه، این پول قیمتی نداره، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به وجود نمیاد. اگر میخواهید قدرت خرید برای مردم بالا بره، به پول ملی باید اهتمام ورزید. یکی از اساسی ترین کارها اینه.